خوش اومدیم به کانال آتیگرام. توی این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم که توی آیفون یا آیپدهای قدیمی که دیگه آپدیت نمیشن و iOS پایینی دارن، مثل همین آیپد که iOS 10 هست و دیگه آپدیت نشده، چطوری برنامه ها رو بدون مشکل نصب بکنیم. قبل از اینکه ویدیو رو ادامه بدیم خوشحال میشیم که کانال ما رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و زنگوله رو فشار بدید. بزن بریم. خب برای این کار ما نیاز به یه اپل آیدی داریم که در واقع قبلا با اون اپل آیدی یه سری برنامه ها رو دانلود کردیم. اپل آیدی رو توی آیپد یا آیفون قدیمی وارد میکنیم، بعد از برنامه اپ استور و از قسمت پورچست برنامه هایی که قبلا با این اپل آیدی دانلود شده قابل مشاهده‌اند و ما میتونیم از این قسمت برنامه هایی رو که میخوایم بدون مشکل دانلود بکنیم. در واقع توی این روش نسخه سازگار با iOS که ما داریم، حالا iOS 10 یا 9 یا پایین تر اگر باشه، نسخه سازگار با اون iOS دانلود میشه و ما میتونیم از برنامه استفاده بکنیم. الان به طور مثال من اینجا یه برنامه رو انتخاب میکنم، برنامه اسنپ رو انتخاب میکنم. 2000 years later. همطور که میبینید برنامه به راحتی دانلود میشه و پیغامی که میده این هستش که نسخه سازگار با دستگاه شما قابل دانلود هست که ما قبول میکنیم. ما روی گزینه دانلود میزنیم و برنامه به راحتی دانلود میشه و همطور که روی صفحه میبینید برنامه در حال دانلوده. اشکال این روش در واقع این هستش که فقط برنامه هایی رو میتونین دانلود بکنین که قبلا با اپل آیدی دانلود شده. حالا به طور مثال اگه بخواین برنامه مثلا مثل تیک تاک که قبلا با این اپل آیدی من دانلود نکردم رو دانلود بکنیم به مشکل میخوریم. من اینجا برنامه تیک تاک رو سرچ میکنم، سرعت نت خیلی پایینه و وقتی که میخوام برنامه تیک تاک رو دانلود بکنم اروری که به من میده، این برای رمزم بود، میگه که فقط در iOS 12 به بالا شما میتونین این اپلیکیشن رو دانلود بکنین و وقتی که روی گزینه اوکی بزنین برنامه برای شما دانلود نمیشه. این وضعیت درست نیست آقا. این وضعیت زشته، کثیفه، مستهجنه. برای حل این مشکل نیاز به یه آیفون یا آیپد با iOS بالاتر داریم که توی اون دستگاه هم همون اپل آیدی که توی دستگاه قدیمیمون فعال باشه. وارد برنامه اپ استور میشم. قرار بود برنامه تیک تاک که قبلا با این اپل آیدی نصب نشده بود و توی قسمت پورچست یا همون هیستوری نصبمون وجود نداشت رو دانلود کنیم. توی آیفون جدیدمون برنامه رو سرچ میکنیم، نصب میکنیم و همونطور که میبینید خیلی راحت و بدون مشکل نصب میشه چون iOS بالایی داره و این برنامه کاملا سازگار هست با این آیفون. وقتی که نصب کامل شد ما توی دستگاه قدیمیمون وقتی قسمت هیستوری نصبمون یا همون پورچست رو رفرش بکنیم میبینیم که تیک تاک به برنامه اضافه شده و وقتی که روی گزینه دانلود یا نصب بزنیم به ما پیغام میده که نسخه سازگار با این دستگاه رو میتونی نصب بکنی و ما دانلود رو میزنیم و همونطور که میبینید روی صفحه در حال دانلود هست. ممنون که ویدیو رو تا انتها تماشا کردین. منتظر ویدیوهای بیشتر و خفن‌تر ما باشید. تا بعد.